صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 2. گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان. خلاصه کلام، دولت بزرگ هخامنشیان با وجود همه برد و باختها در طی 2 عصر یکی از تواناترین ایمپریاهای جهان عهد قدیم به شمار رفته. در آن نظام یگانه دولتی پول و ترتیب پرداخت مالیات در اساس به نظر گرفتن امکانات اقتصادی کشورهای داخل ایمپریا جاری گردید. اصول اداروی به ساتراپی‌ها یا خود ولایت‌ها تقسیم کردن دولت با انیق مقرر نمودن حدود آنها و کارگزاری از یک رسم الخط یگانه عمومی دولتی یعنی الفبای آرامی استفاده کننده به وجود آمد. همچنین پاشته دولتی تأسیس یافته، راه‌های نو ساخته و راه‌های کهنه کاروانگرد تعمیر کرده شد. غیر از این قانونگذاری عمومی دولتی کار کرده برآمده در تمام قلمرو سلطنت هخامنشی‌ها جاری کرده شد. در عین زمان قانون‌های پیشینه خلق‌های گوناگون قوه خود را نگاه می‌داشتند. در زمان هخامنشیان اولین بار در تاریخ شکل عاقلانه و بشردوستانه مناسبت خلق‌ها، گروه‌های اتنیکی، پیروان آیین و مذهب‌های مختلف و مکتب‌های گوناگون علمی و فلسفی طرح‌ریزی و کاربست گردید که برای ما و شما حتی امروز نیز عبرت‌آموز میباشد. وقتی کوروش کبیر سال 539 تا میلاد شهر بابل پایتخت دولت مقتدر بابلستان را فتح کرد، برخلاف شاهان عهد باستان که معمولاً به کشتار و غارت می پرداختند، اعلامیه انتشار ساخت که در آن حفظ جان و مال و آزادی اعتقاد شهروندان کفالت داده می شد. اعلامیه کوروش که از فرهنگ آریایی و عقاید انسان دوستی سرچشمه میگیرد، نخستین حجت تاریخی است که احترام حقوق، آزادی مذهب و اعتقاد و حفظ دارایی شهروندان را پشتیبانی کرده است. این اعلامیه که با نام استوانه کوروش مشهور است، در آثارخانه بریتانیا محفوظ بوده شاید نمونه نخستین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت باشد. به نظرم متن این اعلامیه را که با خط و زبان بابلی نوشته شده، ترجمه آن با سعی و احتمال عالمی شناخته جمشیدوف به تب رسیده است، آوردن از اهمیت خالی نیست. منم کوروش، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه 4 مملکت، پسر کمبوجیا، شاه بزرگ، نواسه کوروش، شاه بزرگ از شاخه سلطنت ابدی که سلطنتش مورد خدایان و حکومتش به دلها نزدیک است. وقتی که به جنگ و جدال وارد بابل شدم، همه مردم قدوم مرا به شادمانی پذیرفتند. در قصر پادشاهان بابل به سریر سلطنت نشستم. مردوک نگهدارنده بابل دلهای نجیب مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را محترم و گرامی داشتم. لشکر بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم صدمه و آزار به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و امکینه مقدس آن قلب مرا تکان داد. فرمان دادم که همه مردم در اعتقاد خود آزاد باشند و دیگران را نیازارند. فرمان دادم که هیچ یک از خانه مردم خراب نشود. آفریدگار بزرگ از من خرسند شد و به من که کوروش هستم و به پسرم کمبوجیا و تمام لشکر من از راه عنایت برکت خود را نازل کرد. پادشاهانی که در همه ممالک عالم در سرزمین‌های خود نشستند، از دریای بالا تا دریای پایان و پادشاهان غرب تماما خراج سنگین آوردند و در بابل بر پایهای من بوسه زدند. فرمان دادم که از بابل تا آشور و شوش و اکد و همه سرزمین هایی که در آن طرف دجله واقعند و از ایام قدیم بنا شدند، معابدی را که بسته شده بود بکشایند. همه مقدسات این معابد را به جایهای خود برگرداندم تا همیشه در آنجا مقیم باشند.
аҳолии ин маҳалҳоро ҷамъ кардам ва манозили онҳоро ки хароб карда буданд аз нав сохтам ва Сумеру Акадро беосеб ба қасрҳои онҳо ки шодии дил ном доранд бозгардондам. сулҳу оромишро ба тамоми мардум ато кардам. ин эъломияи башардӯстона ки метавон нахустин санади кафолати озодии мазҳабу эътиқодӣ ва гузашта аз ин эҳтироми ҳуқуқи шаҳрвандони гуногун миллату мухталиф оин шумурд, аз тамаддуни ориёӣ сарманшаъ гирифтааст. шояд дар таърихи аҳди қадим ин эъломия нахустин иқдомест сӯи ҷомеаи дунявию адолатпарвар ки дертар тавассути рӯшанфикрони Юнону Рим ба Аврупо роҳ ёфта заминаи ҷомеаи ҳуқуқбунёд дунявӣ ва башардӯстонаро падид овард. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих аз китоби дуюм дар боби дуюм таҳти унвони густариши давлатдорӣ ва тамаддуни ориёӣ дар аҳди ҳахоманишиён идома дорад.